دیگه از قواعدی که ما و شما داریم قاعده 120 است، حسن و سوء خاتمه را در عقیده اسلامی بفهمیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در عقیده اسلامی چی هست؟ که موضوعی هست که مربوط به حسن خاتمه است و سوء خاتمه هست و این یکی از موضوعات اعتقادی هست که انسان مسلمان نمیفهمه. مسئله غیبی هست که ما نمیفهمیم که آیا خاتمه ما با ایمان میشه یا بی ایمان میشه و این بسیار خطرناک است. انسان مسلمان باید از این بسیار در حذر باشه و بترسه. حاکم نیشاپوری روایت میکنه، حاکم نیشاپوری یک کتاب داره به نام چی هسته؟ به نام مستدرک حاکم نیشاپوری. او حاکم نیشاپوری بوده، با زور عربا نیسابوری میگن، نیسابوری و چون چیز دارن با زور نیسابوری میگن. پس حاکم نیسابوری اگر ایره بخواندین یا نیشاپوری گفتین، یک کتاب داره به نام المستدرک علی الصحیحین. این میگه که ما امو احادیث را که صحیح البخاری و صحیح مسلم جمع نکردن، باز این امو احادیث میگه که ما استدراک کردیم بر صحیحین، چیزایی که از اونا مانده بازی جمع کردم. ولی حاکم نیشاپوری کتابش مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست، در منزلت صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست. اگرچه خودش گفته که مستدرک است بر صحیحین، کتاب از این مثل دیگه کتاب سنن وارث، مثل ترمذی و مثل ابو داود و مثل نسائی و ابن ماجه و احمد ابن حنبل مثل از دیگه وارث. از این خاطر احادیث مستدرک حاکم نیسابوری ضرورت به تخریج داره. یعنی وقتی که شما حدیث از صحیح بخاری میگین، صحیح مسلم میگیرین، ضرورت به تخریج ندارین، چرا که علما محدثین اجماع کردن که این دو کتاب صحیح است. اما دیگه کتابا که است در بین از احادیث ضعیف هم است، احادیث موضوع هم است در نسائی و حتی در مشکات المصابیح که از اونها گرفته. و از این خاطر کتاب مستدرک از این هم ضرورت به چی داره؟ ضرورت به تخریج احادیث داره. یعنی حدیثش مستقیما نگیرین، وقتی که حدیث را از اینا نقل میکنین باید ببینین که علما درباره سند و متن از چی گفتن. خب پس علامه این حدیث هم سنن ابی داود چی کرده و هم حاکم نیسابوری دیگه میگن حدیث است عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که آخرین کلمه از زبانش لا اله الا الله خارج شوه، الله برش در وقت جان کندن توفیق نصیب بکنه که لا اله الا الله بگویه، اینی نفر داخل چی میشه؟ این نفر داخل جنت میشه. ایناله ما چی کنیم که آخری کلام ما لا اله الا الله و محمد رسول الله باشه؟ دو بخش داره. یکی بخشش مربوط میشه به خود انسان، یکی بخشش مربوط میشه به چی؟ به غیبیات. انسان مسلمان مکلفیت خود در امور که مربوط خودش میشه انجام میده و مسائل غیبیش محول میکنه به خالق متعال سبحانه و تعالی. امور که مربوط بر ما میشه این است که ما در مقابل لا اله الا الله تعهدات داریم. پس انسان میتونه که نجات پیدا بکنه، سعی و تلاش بکنه که امی تعهدات خود با کلمه خود نشکنانه با لا اله الا الله و محمد رسول الله. تعهداتی که ما و شما گفتیم، چندین دفعه تکرار کردیم که تعهد اولی است که یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ کسی دیگه نمیکنیم، و تعهد دومی است که یا الله ما امی قانون هیچ کسی را بغیر از شریعت تو نمیپذیرم و تطبیق نمیکنم، و تعهد سومی است که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنم. خب امام بخاری چی میگه؟ میگه سهل بن سعد ساعدی میگوید نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و مشرکین یک حدیث روایت میکنه. میگه که چی شد؟ میگه یک کسی بسیار در صف جهاد بود و بسیار خوب جهاد میکرد و هر جای کافر را که میگرفت او را تعقیب میکرد تا که او را از بین ببره. میگه مردم گفتن که چی هستن؟ مردم گفتن یا رسول الله هیچ کس به اندازه فلانی شخص جنگ نکرده و جهاد نکرده، این شخص بسیار شخص عالی هست.
میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینمی شخص در جمله دوزخی است. بر رسول الله هم وحی آمده. یک صحابی میگه من بیخی ور خطا شدم، یک انسان با ایمان، با قوت ایمان، با عمل و این چی میشه؟ این که دوزخی شه و خیلی کی جنتی میمانه. میگه بالاخره وقتی که من این نفر تعقیب کردم، وقتی که رفتم در پشت سر ازی دیدم که همین شخص در قسمت زخم خورد و وقتی که زخم خورد حوصله کردن نتونستم درد زخمی که بر ازی رسیده بود. بالاخره میگه شمشیر ماند و گرفت در شکم خود شمشیر چخ کرد تا بالاخره توسط از اینمی شمشیر کشته شد. اینال میگه شخص آمد بر رسول الله گفت که شهادت میتم که تو رسول الله هستی و رسول الله گفت چی اتفاق شده؟ گفت اونمو هم قصه را برش کرد و رسول الله گفت که بعضی از مردم ظاهرا اعمال بهشتی ها را انجام میدن ولی به نزد الله در جمله دوزخی هاست و بعضی مردم هستن که اعمال دوزخی ها را انجام میدن و پیش الله در جمله جنتی ها هست. اینا کل گپ بچی است به خاتمه هست. امام بخاری این قصه را بیان داشته و در روی عبارت دیگر هم میگه که یک شخص عمل میکنند که مردم او را اهل جنت میدانند ولی او از دوزخیان میباشه و شخص دیگه عمل میکنه که چی؟ در حالی که آن شخص از اهل زیرا اعمال به خاتمه ارتباط دارن. و بعضی علما میگن بعضی کسا هستن که منافق هستن. زیادتر این خطر برای کسایی است که منافق است، برای ریاکار است. ظاهرا یک مردم میگه که چقدر خوب آدم است، چقدر کار میکنه، لکن این شخص العیاذ بالله منافق است، ریاکار است و به قصد چیزی اینی اسباب چیز. خب من پیشتر اینی خطرش است که خاتمه مسدود است.